فقط داشتم ببین اینجا رو تو این مسیر راه میرفتن، بعد این تصاویر دیدم که این ماشینا به اشتراک بذارم و داشتم با خدا صحبت میکردم. همینطور که داشتم با خدا صحبت میکردم چه سوالا ازش پرسیدم، حالا جواب داد. میگه داره کاتاف میزنه، کاتاف داره رو هوا. ببینید فکر کنم جامپینگ میدل کیک میزنه تو دهن این موجوده. بعد گفت که نگران نباش دیگه، گفت نگران نباش. بعد یه متوجه این شدم داشت اینجا میشاشید نگرانی میده کنم یکی دستگاهی دستشه داره ارتعاشات رو اندازه گیری میکنه. آره جوابم رو داد. خب باورتون نشه حتی اینجا که این عکس رو براتون میذارم این کار بود. اینجا هم پام بود، عکس گرفتم. بعد تو عکس دیدم پام بد افتاده، اومدم دوباره عکس بگیرم دیدم جای پام اینجاست. اصلا درست بود، همون دفعه اول درست بود. آره من با این صحبت میکنه دیگه.